یه بسته فوتبالی توپچیه از 2024. امروز قراره ما اینو باز کنیم تا ببینیم چه کارت هایی ازش میاد بیرون. اولین توپچی های من نگه میرم بسته رو، خیلی خوشگله. قیچی میکنیم چون میخوام نگه دارم. به به، اوه به به، کارت توپچی. این چی اسمش؟ گوردون، هم گوردونه. اوورال 75. این کد داره. من کد توپچی نشون نمیدم بهتون، ببخشید. مینی فیگور بازیکن ایرانی بهم داد. نه میبریم. عشق ایرانی، عشق پرسپولیسی هم هست. البته برچسب داره. نه بذار مینی فیگور رو بکشم بیرون. خب مینی فیگور خوبه، مینی فیگورش. این کارت آخر مسی یا ابوالفضل، لیونل مسی، بابا باریکلا. اوورال 90. چرا کارتشون خیلی نرمه؟ اشکال نداره. من تو مونگا مسی در آوردم، دوباره مسی تکرار شد. ببینید که شاید هم سابسکرایب کنید، من کدشو بهتون میدم دیگه. چیکار کنم؟ خوشحال بشید. اینم کد مسی، معلوم باشه دیگه. امیدوارم کنترلشو خیلی بالا دادم برای مسی. به به، ترکون دستن. خب ما بریم مینی فیگور رو بچسبونیم. مینی فیگورش یکم انگار خرابه. بازیکن ایرانیه. مینی فیگور رو ول کن دیگه، حداقل کارت خوب در آوردیم ازش تا ویدیو بعدی خود نگره. ولی قبلش من بعد دوربین به ساعتم بذارم تا ویدیو رو قطع کنم. بازم کات دادم بچه، ببخشید.